باید زنها را مهمانداری کنیم. مرا فهمیدی؟ شما این میوه ها را خریدید یا آنها گفتند که به پول گرفته می توانید؟ با بازنشسته ها اجازت دادند. ما بازنشسته هستیم. گفتند که سوداگر گریخته است و نمیخواد در ارتش خدمت کند و یا در قید حربی خود را گذارد. یعنی از این معلوم می شود که او در اینجا غیر قانونی قرار داشته است. کی به شما اجازت داد؟ من дружиннико. در شهر یکاترینبورگ روسیه کارمندان پلیس همراه با اعضای گروه дружиннико یا خود گروه‌های نیمه نظامی ملت‌گرایان محلی مهاجرانی را که به سودای میوه و سبزیجات مشغول بودند بازداشت کردند. بعد این اختیاریان از سازمان روسکای община و یا جمعیت روس‌ها به رهگذران اجازه دادند که محصولات این مهاجران را از رفاه غارت کنند. خواهشمند میوه بی پول کم نبود. در این بین خبرنگاران و چند از سوداگران روسی که در محل رید قرار داشتند تلاش کردند از غارت مال مهاجران دفاع کنند. نوارها از تاراج نمودن مال مهاجران بازداشت شده را شبکه‌های اجتماعی روسیه نشر کردند. پایگاه منطقوی 66 رو می نویسد تمام این مدت کارمندان پلیس در محل حادثه بودند و به غارت مال مهاجران هیچ دخالت نمی کردند. یکی از زنهایی که میوه ها را در خلطش می گذاشت گفت اگر дружиннико اجازت نمی دادند این کارا نمی کرد. گذشته از این زن افزود که پول میوه گرفته‌اش را دادنی نیست، زیرا به قبل او فروشندگان غیر قانونی سودا می کردند. به نوشته روزنامه‌نگار پایگاه A1 بعضی آدمان میوه و سبزیجات را با قوطی هایش می بردند. در همین حال زنهای سالخورده که در نزدیکی گل می فروختند کوشش کردند محصولات را از تاراجگران محافظت کنند. پس از چند به آنها یک ساکن محلی همراه شد. زمانی که فروشنده با پلیس صحبت می کرد او تربوز و خربوزه های بی‌نظارت را به ماشین صاحبش برد. من از روی انسانگری این مال را به ماشین میبرم. تقریبا همه مال را غارت کرده بردم. شما هم غارت نکنید. ما به ماشین صاحبش بار میکنیم. دادر هیچ چیز را نرس. در این رید جنجالی طبق اطلاع پلیس 9 سوداگر دستگیر شدند. در بین آنها تنها یک نفر غیر قانونی بود و باش داشته است. باقی مانده قانونی سودا را ویران کردند. خود مهاجران بعد رهایی و فرآمدن از اتوبوس در صحبت با خبرنگار 66 رو گفتند به این گونه سنجش ها آرامانه مناسبت میکنند. معاون رئیس نویه ژلزدорожный یکاترینبورگ دیمیتری پاگارلوف میگوید چنین ریدها بیشتر برگزار خواهند شد. ساکنان بارها عاید سودای غیرقانونی و حالت غیر سانیتری با ماموریت ناحیه شکایت کردند. ما برای جلوگیری از این قانونشکنی ها با کمیساریات حربی راسپوترебнадзор ناظرات انداز رید میگذرانیم. نسبت همه پروتکل ها ترتیب داده شدند. حالا مسئله مصادره دلیل های شیعی را بررسی داریم. در همین حال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه زیر قانون امضا گذاشت که مهاجران در روسیه را از حقوق‌های اساسی سیاسی محروم نموده نظارت مأموری پلیس را از بالای آنها جاری می‌کند. نیروهای امنیتی می‌توانند در دلخواه وقت به منزل مهاجران آمده آنها را تفتیش کنند. شهروندان خارجی عهده‌دار می‌شوند که ایدئولوژی دولتی را درباره به اصطلاح مبارزه بر ضد ملت‌گرایی، ساخته‌کاری تاریخ و غیره رعایت کنند. در نوبت خود مرزبانان روسیه در صورت احساس خطر تهدید احتمالی به امنیت دولت می توانند مهاجر را اجازه ورود به این کشور ندهند. در قانون در بخش مهاجرت تدابیر علاوه‌ای برای تأمین امنیت کشور وارد کرده شده است. از جمله مهلت بود و باش موقتی شهروندان از کشورهای بدون ویزا کم کرده می شود. طلبات رفتار شهروندان خارجی در قلمرو روسیه معین گردیده است. نسبت نفرانی که در روسیه غیر قانونی قرار دارند رژیم اخراج استفاده می شود. برای مهاجران قانونشکن فهرست مخصوص تشکیل می گردد. مهاجرانی که نامشان در فهرست مخصوص شامل می شود نمی توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و یا آزادانه در روسیه حرکت کنند. این و یک قطار محدودیت‌های دیگر بعد از 6 ماه نشر رسمی قانون اعتبار پیدا می کنند. اما مقررات درباره کاهش بود و باش بدون روادید از اول سال آینده به اجرا می درآید.